سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. حضرت مفتی یک سوال داشتیم. مرحبا. حاملهای به خودکشی دست زدن بعضی نفران در چی؟ انشالله دیگه سوال نیست؟ نه. خدا خیر برکت ده. من فهمشتم. سلام باش. چی عامل هست؟ به سوادی به ایمونی پیامبر اساس میگه یعنی روزه صبر است. صوم صبر و صبر نصف الایمان و صبر نصف ایمان است. اگر روزه بگیرد درسی صبر است. و اکثریت کلی همونی که خودکشی میکنن روزه حلال و پاکیزه گرفتگی نیستن. هر کسی که روزه رو پر حلال و پاکیزه با نیتی نی و تمام این نزدیکی هایش وقتی روزه رو میگیرد این روزه به درسی صبر میدهد. 17 ساعت 18 ساعت از خوردن از نوشیدن خودداری میکنید چقدر لبا و دهان خشک میشود یکی نمیخورید نمینوشید صبر درسی صبر میدهد و میگه که صبر نصف ایمان است. با صبر نصف ایمانت رو کامل کردی با نماز و روزه و دیگر عبادت ها نصف دیگرش رو کامل میکنی. هر انسانی که روزه خالصانه صافدلانه از روی اخلاص ایمان اعتقاد و ایمانداریش روزه گرفته باشد هیچ وقت به خودکشی دست نمیزند. از روی بیسوادی از روی بیفرهنگی یا از روی مشکلی زندگی چند عاملی هست. چند عاملی هست که انسان ها به خودکشی دست میزنند که نباید دست بزنند. حالا چند سال پیش در شبکه‌های اجتماعی هم پخش شده بود کدام دخترک 18 ساله‌ای عاشقش ندادن رفته است در بجای خودش رو پرتافته است خودکشی کرده است. بعد چی؟ اون حرام مرد رفت. همون عاشقش رو زن و فرزند و زندگی فراموش کرده بود. برای کی خودش کشت؟ شاید برای یک جوانی که به یک موی همون دختر نمی ارزی و یک ناخونی همون دختر شاید نمی ارزی. برای این جوان خود رو کشت. حالا فراموش کرد فراموش زن و فرزند زندگیش رفته شده است. همه کنده خرسخند و زندگی رفته شده است. کی می سوزد؟ کی غم میخورد؟ همون پدر همون مادر همون دختر. خداوند کمکشان کند. خداوند در عوض این مصیبت اجر و پاداش عظیمشون بدهد. برای همین پدر و مادر رو همیشه باید فرزندان رو نصیحت کنن. گذشته از اینکه اهل زیا از باغچه تا مکتب تا دانشگاه تا اکادمی تا همه خادمای دین در مسجد و دیگر خدمت اساسی پدر و مادر است برای فرزند. خدمت اساسی که فرزند رو کامیاب و خوشبخت میکنه این پدر و مادر است. یا عکس این پدر و مادر است که فرزند رو بدبخت میکنه. و یه بار نگفت که بچه هم اخلاقت است، بچه هم صبر کن، بچه هم یعنی نماز بخوان، بچه هم روزه بگیر، بچه هم صبر کن، بچه هم روی زندگی تری نیست که هرچی خواستی باید شود. ولی گفت بچه را که ندادنت خطر چی؟ دنیای خیر نیست. ولی دوست می‌داری دلت رفت است، قلبت رفت است، صبر کن. نکاح شد بعد دیگه خب غش میکنی هر کاری میکنی بعد بکن. نزدیکی هم یک نفر یک دانشجو تماس گرفت که من خشدار دارم و پدر و مادرم مجبورم میکنن که کسی دیگر را بدهند. تو خواهری عزیز چند ساله هستی؟ 20 ساله. نمیدونم این کورس که جا گفت. خواهر عزیز پدر و مادر تو حاضر و ضرر یگون بار یگون پیشنهادی کرده بودن از اون بلندی پرتاخته یا که دیگر یا که برای در سردی بیش یا که بیمار شد. خب چی شد که یک بار به ضرر تو اون تجربه دی که پدر و مادر داره تو نداری. حالا جوانی حالا همون جوانی که تو رو میگه که مردم و سوختم و میبرم دیگه خوابم نمیبرد بیت میبرم دروغ. 20 سال است که نون نمک هم پدر و مادرت میخری. میگه کار کردم از خانه بر اومدم رفتم. در نمکدون پدر و مادرت توف میکنی؟ نمکدون پدر و مادر رو میشکنی؟ این کدوم انصاف است؟ کدوم مسلمان است؟ کدوم یعنی انسان است؟ هیچ ممکن نیست. ولی 20 سال یعنی نون نمک پدر و مادر رو خوردی در اون خانه کلانت کرد با میلیون آرزوها. من گفتم که ولی تو میدونی که هم بینی افلاس هم پدر و مادر چند هزار بار بینی افلاس رو تازه کردن. فراموش کردیم. و چند سال پیش دل را میگشتی که گوشباره خون بدی
توزر میکردن، بو نگفتن، بو میکند نگفتن، هیچی نگفتن. امروز که اگه 20 ساله شدی بعد دیگه زیبا شدی بود که دیگر شدی توف میکنی در روی پدر و مادرت. برای گفتن با هم پدر و مادرت مصلحت کن، روزگی همون وقتی قانع کن. ولی بو که آدمی که شما کشور کردگی هستی که عیبه دارد و عیبه دارد و عیبه دارد، این آدمی که به من یعنی این دوست داشته من این صفت دارد، این صفت دارد، این صفت دارد، مصلحت قدیم تو را رو ببین با روزگی پدر و مادر انجام بدید.